د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر الحاج ملا نورالله نوري او ورسره ملپلاوي شمالي او شمال ختیځ ولایتونو ته د رسمي سفر په ترڅ کې چې موخه یې له ولسونو او سرحدي نقطو څخه لیدنه وه د ټولو میشتو قومونو ترمنځ یې د ښې همغږۍ او همکارۍ په اړه خبرې وکړې. بندری که امرای چین دروازه باید باز شود، نه تنها به خاطر شما بلکه به خاطر همه اقوام و ملت بدخشان، نه تنها به خاطر بدخشان بلکه به همه ملت افغانستان این چی میشه استفاده میشه. بنابراین امید ما همیشه که بالای مشکلات واخوان توجه جدی صورت بگیرد و یگانه چیزی که آرزوی دیرینه مردم سمت شمال، مردم بدخشان، خصوص مردم آرزوی از اونها مردم ولسوالی واخوان است دیگه سرک واخوان وصل بر کشور چین است که ما از جناب وزیر دیگه خواهشمند هستیم که باید سرکی که از راه واخوان تیر می شود این به چین وصل شود تا به اینکه ما از مشکلات دیگه بیرون برویم. شما خاطرجمع باشید که مردم واخوان خوشبینی از این حکومت هستند، چنانچه ما در ولسوالی واخوان با مقامات کارکنان ولسوالی با مشوره با اتحاد نظر در اینجا کار فعالیت صورت میگیرد. این موضوع حیاتی ماست، ما بررسی میکنیم از به توسط هیئات به توسط کلانه از نزدیک معلومات میگیریم، ولکن اونمو گاوندی در پالوی ما و شما که هستند هیچ کس را 1 متر اجازه نمیتانیم و نمیتیم حتی در بدل از او به خونریزی خود حاضر هستیم، ولکن ما نمیتانیم که در حدود ما یک کس تجاوز بکنیم. ان شاء الله العزیز یک طالب یک مجاهد زنده باشه در خاک خود با خاک خود همراه دیگران معامله نمیکنه. این منطقه که شما آمدین ولسوالی واخوان است، خصوصا در فصل زمستان این مردم ما دچار مشکلات های فراوانی هستند، از قبیل صحت، از قبیل مسئولیت غذایی، بسیار مشکلات های جا است که به خودتون بهتر معلوم شاید این راه سبل عبور زیر تا خیلی جا آمدن، خیلی زیادتر جای دیگه میرین دیگه شفاخانه نیست، دیگه مریض های ما خصوصا مریضی ولادی اگر یک مریضی ولادی پیدا میشه اینجا خود به شفاخانه ولسوالی خندوت رسانده نمیتونه، در راه تلف میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. پیشتر گفتیم شماره معلومات دادیم آل خما در منطقه گازخان اینمیچی بندری در مابین افغانستان و تاجیکستان که مرزیت دارد، در اونمو پولی که مابین ما و تاجیکستان سرحد است، در اینمی پول ایستاد هستیم. اینمی چیزایی که است تأسیساتی کمیساری افغانستان است. با عبارت دیگه این منطقه دهانی چی میشه؟ پامیری بالا، پامیری کلان.